بیا تا بهت یاد بدم چجوری این حلقه جذاب و پرطرفدار رو خودت درست کنی. به جای اسفنج از نودل استخر استفاده کردم که هم محکم‌تر و هم کارم رو راحت‌تر میکنه. میلیمتری هم برای کاور بالای کارم استفاده کردم. برای وسط حلقه هندونم رو دونس کردم و یه قسمتش رو به تیکه‌های مساوی خورد کردم. بعد از برش یه اندازه حالا تیکه ها رو یکی در میارم تا یه گل خوشگل درست شه. پرتقالام هم اینجوری نصف میکنم برای لبای ظرفم که خوشگل تر شه. من پرتقالام هم یکی در میون زدم تا با هندونام ست شن. اناردون شدم هم میریزم توی ظرف که هم رنگ خوشگلی داره و هم به شدت پرطرف داره. همه روز و شبای منو زر کن، شیرین بود همه چی و تلخ شد، ولی درست میشه یه کوچولو صبر. اگر تو هم دوست داری گل خیار به این نازی و خوشگلی داشته باشی چند تا کلیپ قبلتر برات پستشو گذاشتم، ببین حتما. برای دورچین حلقه از کوچکترین سایز سیخ چوبی و خلال دندون استفاده میکنم. بچه این نکته خیلی مهمه، توی فیلم قشنگ و واضح براتون دارم نشون میدم. حتما سیخ چوبیتون رو به صورت ملایم و با شیب کم وارد اسفنج کنیم، به صورت مستقیم وارد اسفنج نکنیم. این کارو تا هر چقدر که دوست داریم برای کاور قسمتی از حلقه میتونین استفاده کنین. حلقمون از دو سمت با گل خیار کاور شد. بریم واسه قسمت بعدی. با اینکه از کوچکترین سایز سیخ چوبی استفاده کردم ولی بازم یه قسمتیش رو باید بشکنم تا کارم تمیزتر و راحت تر شه. دقت داشته باشین که برای زیباتر شدن کارتون هر جایی که قسمت خالی دیدین رو باید کاور کنین. Adı babamı yazdım, oxuyaram ürəkdən.
Ece geçim ben senin kimi melekten Nefeslerin əzidim hayatıma ətirdi Vaxtında gelmeyen yar canıma can getirdi Yanağın ucu şirin var bana dodağın komşedi Yar canım gözüme bak qadası Mənim səndə gözüm خرمالو جزو میوه‌های نرم و لطیف است. برای همین از 2 تا خلال دندون استفاده میکنم تا از محکم بودن کارم خیالم راحت بشه. تو دل بارونای نم نم تو باشی مجموعه شهرم شک ندارم عشقینه بی تو آروم نداره قلبم دور بشی دنبالت میگردم حک شدی تو این سینه میگم خفه بدونن حالم یه نفر با چشای بازم خواب تو رو میبینه فقط عشق گندم گونم از چشات ممنونم که چشات بی وقفه خبر خوش میدن ماه و خورشید منی دورت میگردم 2 تا چشمات عشقم قابل تمجیدم. من به این مرحله از کار میگم امضای کارم، چون کارمو خیلی قشنگتر و جذابتر میکنه. میتونین از گوجه گیلاسی و یا توت فرنگی و یا کامکات استفاده کنین. یه نگاه کردی و رفتی ساده تو قلبم قبل تو به عشق اصلا فکر نمی کردم من که تو خوابم نمی دیدم تو رو دارم مثل پروانه همش دور تو می گردم منو اینجوری نبین پیش تو آرومم باش بیفته سر تو بدجوری دی انتهای کارتون قطعا یه قسمت‌های ریزی خالیه. میتونین از میوه کوچکتر برای کاور استفاده کنین. من از ازگیل استفاده کردم. دیوونم عشق تو انگاری رفته تو رگ و خونم چم شده خودم نمیدونم من بهت گفتم میمونم تو بمون دردت بجونم بگو هستی پیشم و هیچ جا نمیری تا بدونم بگو دور حلقمون آماده شد، بریم واسه مرکز حلقمون. امیدوارم از دیدن این آموزش به شدت پرطرفدار و جذاب و زیبا نهایت لذت رو برده باشی. بفرست واسه بقیه دوستات تا اونم بتونن از دیدنش لذت ببرن.